متاسفانه در سال 1400 مادر ما به علت مریضی سرطان و در سال 1401 پدر ما به علت از اینکه سین الگی قلبش بند بود دست دادم. برادر و خواهر ندارم. خب تنها خود هستی؟ بله بلال و سمی خدا یک است. بسم الله الرحمن الرحیم. اول میخوایم به تمام کسانی که مرا از پشت پرده تلویزیون آریانا تماشا میکنن سلام خدا عرض بگردانم و امیدوار هستم که تمام تا صحت خوب داشته باشیم و لباس عافیت بدن داشته باشین. اسمم بلال احمد است و سنم 13 سال سن دارم. به شکل است. بلال چند خواهر و چند برادر هستید در فامیل؟ برادر و خواهر ندارم. خب تنها خود هستی؟ بله. باز یک دانه که میبون میگن نازدانه میباشه. بله دیگه. مگه که میبینم نه تو نازدانه نیستی، یک دانه هستی ولی قهرمان هستی. پدر مادر اینا حیات هستند، زنده هستند؟ متاسفانه در سال 1400 مادر ما به علت مریضی سرطان و در سال 1401 پدر ما به علت از اینکه سین الگی قلبش بند بود دست دادم. خداوند مغفرت کنم. مادر و پدر گل سر سبد است. هر قدر که خوب آبیاری بکنیم، هر قدر که در کنارشان باشیم، خب کم است. اما کسی که داره باید قدرش بفهمه. حیات است، ولی کسی که مادر و پدرش حیات نیست بدون شک همین لحظه کمیش احساس کرده. همین لحظه چی که در تمام عمر کمیش احساس میشه. بلال حال پدر و مادرم حیات نیست، خواهر و برادرم نیست، یک بلال مانده؟ بله بلال و سمی خدا یک است. مکتبم که میری صنف چند هستی؟ بله صنف هشتم اول نمره. قرآن کریم هم ختم کردیم و انگلیسی هم درست صحبت کردم میتونم. آی نام خدا نام. حاصل هدف چی از زندگی بخیر که مکتب خلاص بکنی اول نمره هستی دمی 8 سالت من اول نمره بدی؟ بله. بخیر مکتب خلاص کردی کدام رشته را میخوای بخوانی؟ خب در اصل رشته که مورد علاقه است میخوایم ژورنالیسم شو، اما باز تا جایی که من فکر میکنم فعلا افغانستان به یک رهبر نیاز داره. در حقیقت به یک رهبر نیاز داره. به یک رهبر دلسوز مثل خودت داره. لطفتان است. اینمی خودت اینمی تو که اینمی احساس داری، عاطفه داری، قهرمان هستی. انشالله که یک روز رهبر ما شوی و اولین کار را که میکنی در وطنت چی از برای مردم که رهبر شوی باز؟ اولین کاری که در بیشتر کشورها رایج است باید کارخانه ها ساخته شود تا کمی بعض اشخاصی که فعلا در حال کراچی داونی هستند برای واقعا سخته. کارخانه ها ایمار شود هم اقتصاد افغانستان بلند میره و همچنان مردم میتونن در یک جای آرام و یک محیط آرام بدون رنج و درد کار خودش پیش ببرند. بسیار تشکر. آفرین. عالی است.